کدام ماشین از بین این ماشینا سالم تا آخر میرسه؟ بزن بریم. خب ماشین اول داژ رم که هم اول کار نابود شد. ماشین بعدی اینم نابود شد. اصلا بذار اسم تا بگم لامصب. ماشین بعدی شرور سیلورادو که اینم رفت. بله تا آخر رفت. ماشین بعدی فورد اف 150 تا دیگه برو. نزدیک بوده نتونست بره. ماشین بعدی لکسوس LX 570 یه ماشین کم کش بالا تو ایران، این هم نتونست بره. ماشین بعدی مرسدس هم نزدیک بوده تونست بره. تسلا مدل تریک، این هم نتونست. شاستی بلند باشه عمل کرد بهتره میتونه داشته باشه. ماشین بعدی تویوتا 300 هم الان گفتم شاستی بلند، این هم نتونست بره. ماشین بعدی مرسدس اکس کلاس که ماشین خوشگل و به تو نمیخوری تو جا. بزنم رو سراغ ماشین بعدی BMW X5، اینم نمیتونه.